دکتر علی قرداغی، فقیه معاصر و معاون رهبر اتحاد عالمی علمای مسلمانان، به حمله‌های بیرحمانه تندگرایان هند علیه مسلمانان این کشور واکنش نموده در صفحه توییتر خود پیشنهاد نموده نوشته است: باید یک کمیته حقوقی برای دفاع از حقوق اقلیت مسلمانان هند تأسیس داده شود. هندوهای داعشی در یک هفته 12 مسجد را در این کشور آتش زدند. دکتر قرداغی علاوه کرده است: در هندوستان موج نوی خشونت علیه مسلمانان ادامه دارد. چرا پلیس تا حال خاموش است؟ ما دعوت میکنیم که یک کمیته حقوقی برای حفظ اقلیت‌های مسلمانان تأسیس داده شود. حمله‌های گروه‌های تندرو هند به مسلمانان این کشور در هفته‌های اخیر افزایش یافته. آنها از مقامات کشور طلب دارند تا از برگزاری نماز جمعه در خیابان‌ها جلوگیری نماید. انجمن حقوق شهروندی روز 27 اکتبر خبر داد که دست کم 16 مسجد ایالت تریپور هند از سوی گروه‌های تندرو هندوها آسیب دیده، خانه و دکان‌های مسلمانان آتش زده شده است. این در حالی است که مقامات هند ماه گذشته مسلمانان را از ایالات اسام اخراج کردند و ادعا دارند که محله‌های مسلمانی در مالکیت دولتی بنیاد شده. به این دعوای بی اساس آنها حدود 20,000 مسلمان را به سرپناه کردند. چنین از دخورگی کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشر. اگر چنین حمله علیه یکی از پیروان دینی دیگر و یا حتی هر انسان صرف نظر از جنسیت و دین و آیینش صورت گیرد، رسانه‌های جهانی و محلی و سازمانهای حقوق به پا خسته سر و صدا می‌بردارند، ولی چون آسیب دیده مسلمان باشد، اکثر آنان چون نابینا و ناشنوا می‌شوند. تماشابینان گرامی، تصور کنید اگر این حمله های بیرحمانه علیه یهودیان یا نصرانیان در این یا آن کنار دنیا صورت می گرفت، واکنش عالم غرب چگونه بود؟ قضاوت به شماست. بیننده گرامی شبکه نجم تیوی، اگر شما تا حال به شبکه ما آبونه نشده اید، شما را به آبونه شدن و پخش نمودن نوارها دعوت می نماییم. لطفاً بی‌طرف نباشید. نوارها را به دوستانتان فرستید.